یکی از واقعیت‌های کشور حضور شگفت‌آور جمهوری اسلامی در این منطقه است، نه حضور مادی و جسمانی، حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. یکی از چیزهایی که آمریکایی‌ها در مذاکراتشون، در مذاکرات پنهانشون، مذاکرات پشت پردهشون، در نشست‌هایی که با عناصر دولتی‌های این منطقه دارند، با بعضی از همین مرتجعین عرب که می‌نشینن حرف میزنن، گپ میزنن، در واقع با هم درد دل میکنن. اونا از ایران شکایت میکنن و از آمریکا توقع دارن که اعمال فشار کنه، اونم میگه خب چیکار کنم، نمیتونم. خلاصه بگو بشنوشون اینه. همه این گله ها و ناراحتی ها و شکوه ها از اینه که ایران نفوذش گسترده شده. خب وقتی حرف نفوذ پیدا کرد، وقتی حرف درستی بود، از دل برآمد، بر دلها نشست، خب کارش نمیشه کرد. قل موتوا بغیظکم.